اینجا ترمینال دوستی گذرگاه سرحدی تاجیکستان و ازبکستان است و ما در اینجا قرار داریم. تقریبا 1.5 ساعت اینجا ما حضور داریم و از اینجا در مدتی که ما اینجا هستیم تقریبا هم شهروندان تاجیکستان و هم ازبکستان حدود 15 نفر و 20 نفر از اینجا به طرف ازبکستان عبور کردند و از اون طرف به تاجیکستان آمدند. خاصیت ستار و یک شهروند ازبکستان ساکن شهر فرغانه بعد 10 سال اکنون امکانیت پیدا کرده است به دیدار خواهر بزرگش که در بیمارستان دوشنبه بستری است بیاید. بار آخر 10 سال قبل در سال 2007 به تاجیکستان به نزد خواهرش آمده 10 سال از وی درک نداشته است. قیینالib ketdik 10 yil bo'ldi opamni ko'rmaganimga 10 yil. ویزا رو لغو کنند، راهها باز کرده شوند، روای مردم آسان‌تر خواهد شد. به من زنگ زدند که خواهرت در بیمارستان دوشنبه بستری است و من حالا از مرز گذشتم و به نزد خواهرم میروم. 10 سال باز او را ندیدم چون فقط 10 سال پیش اومده توانستم و تمام. 12 soatda keldik. Qiyinchilik bo'lyapti. گذرگاه سرحدی دوستی یکی از کلانترین گذرگاه‌های مرزی تاجیکستان و ازبکستان است که به قبل شهروندان دو کشور روا در نسبت نیم سال پیش آسانتر و مناسبت سرحدبانان بهتر شده است. این گذرگاه در منطقه پخت آباد تاجیکستان و سریاسیای ازبکستان قرار دارد. عبدالرحمن اوسانقلوف شهروند تاجیکستان تازه از نزد زن و فرزندانش که در ازبکستان زندگی میکنند برگشته است. میگوید مسئله اصلی در راه این مشکلات ویزا است که هنوز جاری است. 7 روزه دوشنبه میتیاد ویزا پیچت میزند. بعد ما اوسی میریم. مثلا میریم دا چوتا میمانیم. ازبکستان چخیل رایون چخیل области پیچت میمانیم. بعد تاشکند میریم. تاشکند میریم ویزا 6 ماه ویزا میجیقه در پاسپورت. بعد میام گوجودا زندگی میکنم چخیل رایون ده. بعد استاد پیچتا میماند. بختاور تقایف ساکن باباتاق سریاسیا میگوید اینک بعد 2 سال امکان پیدا کرد است که به نزد خویشاوندانش در ناحیه حصار بیاید. وی با یادآوری از وضع 2 سال پیش میگوید نظارت به حد شدید بود، هنگام تفتیش حجت‌ها ناباوری بود. نه آخه مشکلی هم نیست، احساس نقضه نسبت پیشتر خیلی خوبه. امیدوار داریم که هم سرحدات ساز شوند، همش خیش تبارار خواه چی رفت آمدن گیرن ویزا هم مشروع شود. در گوشه از گذرگاه دوستی تاجیکستان قرارگاه تاکسی های خصوصی است. 10 ها راننده آماده خدمت رسانی مسافران ازبکستانی اند. اگر که با همین بین دو دولت مثلا ویزا گیرن رفت آمد بسیار میشود، همه با خوب میشود. مثلا تجارت میکنه یک کس تاکسی کار چی میکند خیلی بهبودی خوب میشود. سرحد دولتی بین تاجیکستان و ازبکستان 1332 کیلومتر درازی دارد. بر طبق سازشنامه بین حکومتی دو کشور از سال 2002 در مرز تاجیکستان و ازبکستان 16 گذرگاه سرحدی بنیاد یافت. عین زمان رسما 2 گذرگاه سرحدی اتومبیلی رجه کاریشان بین المللی دوستی در ناحیه ترسنزاده و فاتح آباد در ناحیه مسشاه ولایت سوخت برای رفت و آمد شهروندان و قسما برای حرکت واسطه‌های نقلیات باز می باشند. میرزا نبی خالقزاد امریدین عالم، ناحیه ترسنزاده، دوشنبه، رادیوی آزادی.